فعالان حقوق بشر ایران با هر نوع اصلاحاتی که به بازگرداندن حقوق مردم منجر می شود موافق است، اما با اتکا به بحث ظرفیت‌های قوانین اساسی کشور که پیش از این به آن اشاره کردیم، قانون اساسی نظام استبداد را فاقد چنین ظرفیتی می‌بینم. تاکید اصلاح طلبان بر حفظ نظام استبداد به بهانه اصلاحات به اعتقاد ما تاکید بر بقای نظامی است که ویرانگر و دشمن منافع ملت است. در این صورت اگر از ما بپرسید که آیا نیروهای اصلاح طلب اپوزیسیون را بخشی از نظام می‌بینیم یا نه، پاسخ ما چنین خواهد بود: تا مادامی که اصلاح طلبان ضرورت تغییر بنیادی قوانین اساسی کشور و جایگزین شدن مرجعیت اعلامیه جهانی حقوق بشر در قوانین اساسی جدید را نپذیرند، طبیعتاً بخشی از نظام استبداد محسوب می‌شوند.